Bonjour et bonsoir. Voilà. Salut, j'espère que vous allez bien. Alors, il est exactement 10h15 et je suis à vous avec 15 minutes de retard. Je suis vraiment désolé. Voilà. Salut. Bonjour. Bonjour à ceux qui vivent au Canada, j'imagine. Et bonsoir à ceux qui habitent en Iran ou bien en Europe ou bien en Turquie comme moi. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un super dimanche. Si dimanche était un jour de week-end pour vous, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Je suis à vous avec la session numéro 21 du direct, le Palais des Solitudes. voilà, très bien. کم کم بچه ها دارن میان. خب من یه سری توضیحات رو طبق معمول به فارسی بدم قبل از اینکه شروع بکنم. ما متاسفانه من واقعا عذرخواهی میکنم از این بابت که یک چیزی حدود 47 و 17 چقدر میشه 57 64 روز یه چیزی حدود 2 ماه وقفه داشتیم و بین جلسه 20 و 21 لایو کاخ تنهایی 2 ماه وقفه افتاده بود و خب تقصیر من بود. در واقع تقصیر من نبود، مجبور بودم، اما به هر حال اتفاقایی که افتاد ما متاسفانه مجبور شدیم یه 60 خورده روز لایو کاخ تنهایی رو نداشته باشیم. اما به این معنی نبود ما قطعا این کتاب رو شروع کردیم، هم دیگه خوندم تا اول صفحه 32 هم پیش رفته بودیم و قطعا ادامه میدیم این کتاب رو هم دیگه تمام میکنیم. از این بابت هیچ نگرانی وجود نداره. اما برای کسایی که نمیدونن چی به چیه، 20 جلسه قبلی توی کانال یوتیوبمون آرشیو شده. این که اصلا این لایو چیه، به چه دردی میخوره، سطحش چیه، ما با چه هدفی اصلا داریم این لایو رو برگزار میکنیم، توی هایلایت ثریا کامل راجبش توضیح دادیم. و پی دی اف خود کتاب هم خب قطعا خود کتاب رو پیدا کردن، این کتابی که من دارم و تو ایران خیلی سخت پیدا میشه، واقعا سخته. یعنی بهتون پیشنهاد میکنم اصلا نرین سمتش، به زحمتش واقعا نمیارزه. پی دی اف کتاب توی کانال تلگرام من گذاشتم. اکثر بچه‌ای که این لایو رو میبینن رفتن پی دی اف رو دانلود کردن، حالا یا با سیستمشون یا رفتن پی دی اف رو پرینت کردن و دارن با همون پی دی اف با ما پیش میان. پس سراغ اینکه خود کتاب رو برین فیزیکیش رو تهیه بکنین نرین، چون سخته. من قبلا رفتم خیلی اذیت شدم، برای همین پی دی اف رو براتون گذاشتم و خیالتون راحت باشه. و 20 جلسه قبلی هم که توی کانال یوتیوبمون هست میتونین با خیال راحت بریم ببینین. آره کتاب چیه؟ اسم کتاب هست لو پله د سولیتود، یعنی کاخ تنهایی، زندگی نامه ثریا اسفندیاری بختیاری، همسر دوم شاه بعد از فوزیه، همسر دوم شاه و قبل از فرح ملکه همسر سوم محمد رضا شاه. زندگی نامه ایشون رو ما داریم میخونیم که از پدر ایرانی بختیاری و مادر آلمانی ایشون به دنیا اومدن. بچگیشو با هم دیگه خوندیم که چه اتفاقایی واسش افتاده، چالشایی که توی بچگی داشته، جنگ جهانی به وجود اومده، هی اینا جابجا شدن، باباش یه سری از مال باباشو خوردن و رضا شاه چه بلایی سر بختیاریا آورده و کلا از وقتی که سلسله قاجار میره و سلسله پهلوی میاد چقدر بختیاریا اذیت میشن، چقدر پدر عرضم به خدمتتون ثریا اذیت میشه و در آخر به خاطر همین اذیت‌ها و آزارها و اینا تقریبا توی سن 12-13 سالگی ثریا و پدر مادرش مجبور میشن از ایران بیان بیرون و برن آلمان یا سوئیس زندگی بکنن. تا اینجا رو داشتیم با هم دیگه میخوندیم و پیش رفته بودیم. راجع به بچگیاش، اینکه حالا زبان میخواست بخونه، اینا همه کامل صحبت کرده بودیم. اما الان که میخوایم بخونیم، یعنی در واقع اواخر جلسه آخر رو بخوام بهتون بگم که چه اتفاقی افتاد که ادامه اون رو دیگه شروع کنیم به فرانسوی خوندن و لغت‌های جدیدش یاد گرفتن. ما تا جایی پیش رفتیم که اینا خبر رفتن توی آلمان، توی سوئیس، توی مدرسه، توی حالت پانسیون ثریا رو اسمشو نوشتن که اونجا تازه داره ثریا دخترانگیش رو، زنانگیش رو پیدا میکنه، کم کم توی سن بلوغشه. مثلا بلند میشه شنبه شبا آرایش میکنه، موهاشو درست میکنه، با دوستای همسن خودش، دختره همسن خودش میره بیرون و در این حال که این اتفاقا داره میفته و
اوایل سن بلوغش رو داره تجربه میکنه، متوجه میشه که چه علاقه وافری داره به بازیگر شدن، به تئاتر بازی کردن و این آرزوی دوران نوجوانی ثریاست که من بالاخره باید یه روزی بازیگر بشم، تئاتر کار بکنم و داره تو اون سن به این قضیه فکر میکنه. پس این بود داستانی که تا اینجا خونده بودیم. توی مدرسه بهش آداب معاشرت یاد میدادن، زبان یاد میدادن، دوست داشت مدرسه‌شو، همه کسایی بودن که آدمای سطح بالا و خیلی سانتیمانتالی بودن و شنبه شبا میرفت بیرون. یعنی دقیقا تو سنیه که داره با آرایش کردن و دلبری کردن از پسرها و فلان و اینا آشنا میشه، میبینه که چی به چیه، دنیای زنانگی چه شکلیه. در واقع ما تا جلسه 20 که پیش رفتیم داستان اینجوری بود و در عین حال هم که میخواد بازیگر تئاتر بشه و تئاتر بازی بکنه، پدر مادرش مخالفن، اما مخالفت خودشون رو مستقیم اعلام نمیکنن. هر موقع که بسشو وسط میکشه به باباش و به مامانش میگه من میخوام برم تئاتر بازی بکنم، میخوام برم بازیگری یاد بگیرم، پدر مادرش میگن حالا فعلا تو زبان تو بخون، برو انگلیسی تو بخون، فرانسه تو بخون، نمیدونم برو درسای مدرسه تو بخون، جغرافی تو بخون، نمیدونم فلسفه تو بخون، هر سری میپیچونن، نه میگن نه میگن آره. و ثریا هم تو خیال خودش فکر میکنه که واقعا همینه دیگه، یعنی من این زبانامو که بخونم و این درسامو چیز بکنم قراره مامان بابام بذارم من برم بازیگر تئاتر بشم. این داستانی بود که تا اینجا تا آخر جلسه 20 راجع بهش صحبت کرده بود. اما امشب میخوایم از کجا پیش بریم؟ جلسه 21 مون هستش، من اینجا بنویسم. جلسه 21 مون هستش، صفحه 32. ما از اول صفحه 32 شروع میکنیم تا وسطای صفحه 33 پیش میریم و اینم بهتون بگم که ما الان شپیتر 2 کتاب هستیم و جلسه آینده، یعنی هفته دیگه این موقع با هم دیگه شپیتر 2 رو تموم میکنیم. یعنی فصل که نمیشه گفت، بخش دوم کتاب رو هفته دیگه این موقع با هم دیگه تموم میکنیم که خیلی اتفاق خوبیه. Donc voilà. من دیگه فارسی صحبت نکنم. Je ne vais plus parler en persan, je vais continuer en français. J'espère que vous êtes prêts. Regardez votre livre ou votre PDF à la page 32. À la page 32. Je continue. Je vais lire normalement plusieurs fois. Vous allez faire attention à des prononciations et bien sûr intonation. Et après avoir lu pour plusieurs fois, je vais vous expliquer la définition des nouveaux vocabulaires. Je vais essayer de vous expliquer l'histoire du livre. یه پرانتز فارسی باز میکنم. سطح کتاب A2 به بالا در حالت خوشبینانه و B1 به بالا در حالت واقع گرایانه هستش. اما برای اینکه بچه‌های A1 و A2 اذیت نشن، B1 و B2 که کامل باید متوجه شن ما داریم چی میگیم، بدون اینکه من نیازی به توضیح فارسی داشته باشم باید متوجه شن که داستان از چه قراره. اما برای اینکه بچه‌های A1 و A2 اذیت نشن، من توضیحات فارسی در خلال لایو میدم که این کتاب به این قشنگی و این داستان به این زیبایی، زندگی نامه به این قشنگی که به ما کمک میکنه تاریخ کشور خودمون هم بدونیم اون موقع چه اتفاقی داشته برای ایران میافتاده، ازش جا نبونن. یه کار چون سطحشون حالا پایین تر از سطح لایوه از دست ندن این لایو. بنابراین توضیحات ریز فارسی واسطش داره. Regardez votre livre à la page 32 et je vais commencer à lire. Écoutez bien, écoutez attentivement et essayez de répéter après moi. La printanière a brillé. La printanière, c'était le nom de l'école de pension où Soraya restait à cet âge-là. La printanière La printanière abritait des pensionnaires qui venaient de tous les horizons. La printanière abritait des pensionnaires qui venaient de tous les horizons. Des Italiennes, des Indonésiennes, des Sud-Américaines, des Grecs, des Espagnols. Comme moi, elles étaient là pour étudier les langues. Comme moi, elles étaient là pour apprendre à devenir des jeunes filles accomplies. Des filles à marier auxquelles on enseignait aussi la danse,
la cuisine et les bonnes manières. Ensemble, nous allions skier à Stade, où le pensionnat louait chaque hiver un chalet. Nous parlions peinture, art et littérature. Nous comparions les mœurs, ou bien les mœurs de nos pays. Je vais vous expliquer pourquoi les deux sont corrects. Nous débattions de politique ou de théologie en roulant nos chevaux sur des bigoudis. On apprenait la vie que nos parents nous destinaient. On apprenait la vie que nos parents destinaient. کسی که پی دی اف رو پیدا نمی‌کنن من کامنت‌ها رو دارم الان می‌خونم. وارد کانال تلگرام میشین. اون بالا روی اسم کانال میزنین. یه منو براتون باز میشه. اون منو میدیا داره، نمیدونم فایل داره، موزیک داره، وایس داره، همه چی داره. میزنین روی فایل. یعنی فایل هایی که در کانال تلگرام ما به اشتراک گذاشته شده. آخرین فایلی که در کانال تلگرام ما به اشتراک گذاشته شده پی دی اف همین کتاب. Donc voilà. Je vais répéter, je vais lire pour la deuxième fois ce paragraphe, le premier paragraphe de la page 32. La printanière abritait des pensionnaires qui venaient de tous les horizons, des Italiennes, des Indonésiennes, des Sud-Américaines, des Grecs, des Espagnols. Comme moi, elles étaient là pour étudier des langues. Comme moi, elles étaient là pour apprendre à devenir des jeunes filles accomplies, des filles à marier auxquelles on enseignait aussi la danse, la cuisine et les bonnes manières. Ensemble, nous allions skier à Gstaad, où le pensionnat louait chaque hiver un chalet. Nous parlions peinture, art et littérature. Nous comparions les mœurs de nos pays, nous débattions de politique ou de théologie, en roulant nos cheveux sur des bigoudis. On apprenait la vie que nos parents nous destinaient. داره همچنان داستان زندگیش رو در اون پانسیون توضیح میده. هنوز ما تو اون پانسیونه. میگه که این پرنتانیری که من توش بودم از همه مناطق دنیا، همه رژیون های دنیا، اوریزون های دنیا توش پانسیونر بود. دختر بچه‌هایی که اهل ایتالیا بودن، اهل اندونزی بودن، آمریکای جنوبی، یونان، اسپانیا، از همه ملیت ها شما میتونستین توی اون پانسیون، توی اون حالا خوابگاه تور پیدا بکنید. مثل من اونا اونجا بودن که زبان یاد بگیرن، مثل من اونجا بودن که به دختر کاملتری تبدیل بشن. Elles étaient là pour apprendre à devenir des jeunes filles accomplies. و حالا اونایی که سن ازدواجشون بوده، سن سرعی که سن ازدواج نبوده. میگه اون دخترایی که سن ازدواجشون بود، des filles à marier، به اونا چی یاد میدادن؟ به اونا رقصیدن یاد میدادن، آشپزی یاد میدادن. les bonnes manières. شاید براتون سوال پیش بیاد les bonnes manières یعنی چی؟ به دختره دمبخت به جز آشپزی و رقصیدن چی یاد میدادن؟ بون منیر همون آداب معاشرت خودمون میشه که چطور مبادی آداب باشیم. les bonnes manières, apprendre les bonnes manières à quelqu'un. پس به دختره در وقت اینا هم یاد میدن. حالا هر سال زمستون همه با هم دیگه میرفتن یه شهری توی سوئیس به اسم اشتاد. حالا نمیدونم درست تلفظش بکنم یا نه، آلمانی اسمش. اونجا پانسیونه ما، پانسیونه به مدیریت اون پانسیون میگم پانسیونه. اونجا پانسیونه ما هر سال یه دونه هر زمستون یه شله، یه کلبه‌ای رو اجاره می‌کرده. حالا ما تو اون کلبه چی کار می‌کردیم؟ ما راجع به نقاشی حرف می‌زدیم، راجع به هنر حرف می‌زدیم، راجع به ادبیات حرف می‌زدیم. Nous comparions les mœurs ou les mœurs de nos pays. ببین راجع به کلمه مار یا مارس با هم دیگه صحبت بکنیم. چون این چند وقته خیلی زیاد شنیدینش. وقتی که اخبار مهسا امینی و حالا اخباری که بعد از اون به وجود اومد توی دنیا پخش شد، خب میدیدین دیگه پیجای فرانسوی زبان، اخبار فرانسوی زبان شروع میکردن این خبر رو پوشش دادن و همشون خدایا اسم این پلیسا چی بود که چیز میکردن؟ گشت ارشاد رو چجوری ترجمه میکردن به زبان فرانسه؟ میگفتن لا پلیس د مور یا لا پلیس د مورس. و برای من سوال پیش اومد، حالا اوکی خود کلمه مور یا مورس به معنای آداب و معاشرت، خلق و خو، اون گشت ارشاد، حالا اونا این شکلی ترجمه کردن، نزدیکترین معادل بهش همین بوده. منتها برای من سوال به وجود اومد که چرا بعضی جاها تو بعضی از خبرگزاری فرانسوی میگن دمار اسمش تلفظ نمی‌کنن، بعضی جا میگن دمارس اسمش تلفظ می‌کنن. رفتم تحقیق کردم راجعش و متوجه شدم که جفتش درسته. بنابراین اینجا میتونیم بگیم nous comparions les mœurs de nos pays ou bien nous comparions les mœurs de nos pays.
راجع به خلق و خوها و راجع به فرهنگامون با هم دیگه صحبت میکنیم، چون از همه ملیت‌ها اونجا بوده دیگه. Nous débattions de politique et de théologie. راجع به سیاست و الهیات. تئولوژی میشه الهیات. راجع به الهیات با هم دیگه بحث میکردیم. همزمان چیکار میکردیم؟ اینجا ژرواندیف، هم چند روز پیش من یه سری استوری آموزشی راجع به ژرواندیف گذاشتم. همزمان که داشتیم با هم دیگه بحث میکردیم، en roulant le gérondif, en roulant nos chevaux sur des bigoudis. در حین این که داشتیم موهای همدیگه رو توی بیگودی اینجوری بیلبلک میکردیم. فکر کنید، تصور بکنید چند تا دختر، ایمیجیناسیون خیلی مهمه وقتی داریم این کتاب میخونیم، چند دختر نشستن مثلا اندونزی، اسپانیایی، نمیدونم مکزیکی، یونانی فلان، و ثریا هم اونجا به عنوان یه دختر آلمانی ایرانی نشسته، موهای همدیگه رو کردن تو بیگودی و دارن راجع به این مسائل صحبت میکنن، با هم دیگه آشنا میشن. میخواد بگه زندگی برای یک دختر نوجوان 12-13 ساله زندگی قشنگی بوده. زمستون تو سوئیس رفتیم کلبه چوبی، داریم بیگودی میپیچیم دور ماهمون و هر راجع به فرهنگ‌های مختلف زندگی من صحبت میکنم. پس اصل داستان این همه کلمات قشنگ و تشبیه‌های قشنگی رو به وجود آورده که بگه داستان از این قرار. Je continue le deuxième paragraphe. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Je lis les commentaires chaque 2 minutes, chaque 3 minutes. Alors, je continue. Mon passage à la printanière me laisse le souvenir d'un baume d'insouciance. D'insouciance. Oh là là. Et de félicité. Mon passage à la printanière me laisse le souvenir d'un baume d'insouciance et de félicité. Entouré d'amis qui, comme moi, aimaient se gorger de fou rire, le monde m'apparaissait offert. Le monde m'apparaissait offert. Chaque jour, mon cœur s'inondait de soleil. La vie était légère, l'univers vaporeux. Je répète ce paragraphe. Apparemment, vous n'avez pas de questions. Mon passage à la printanière me laisse le souvenir d'un baume d'insouciance et de félicité. Entouré d'amis qui, comme moi, aimaient se gorger de fou rire, le monde m'apparaissait offert. Chaque jour, mon cœur s'inondait de soleil. La vie était légère, l'univers vaporeux. Je vais lire aussi le paragraphe prochain. Après, je vais expliquer les deux ensemble. Après Montreux, Lausanne, l'Institut Les Roseaux, un nouveau pensionnat avec ces mêmes gens, ces mêmes professeurs, ces mêmes obligations. Soraya, tu dois te cultiver, perfectionner tes langues. Et toujours l'envie de faire du théâtre, de sortir de ma peau, cette peau qui ne me convient pas. Je relis ce paragraphe. Après Montreux, Lausanne, l'Institut Les Roseaux, un nouveau pensionnat avec ces mêmes gens, ces mêmes professeurs, ces mêmes obligations. Soraya, tu dois te cultiver, perfectionner tes langues, et toujours l'envie de faire du théâtre, de sortir de ma peau. Cette peau qui ne me convient pas. ببینیم این دو تا پاراگراف چی میگه. این داستان زندگی من در پانسیونای پرنتانیر برام یه خاطره خوبی رو برام به جا گذاشت. رو شروع کرده این خاطره‌ای که تو ذهنش و تو دلش مونده از این پانسیونه رو با کلمه‌های قشنگ و ادبی میخواد برای شما توصیف بکنه. Le souvenir d'un baume d'insouciance et de félicité. بوم به معنای مرهم درده. حالا میخواد بگه مرهم بیخیالی رو خوشوقتی. انسوسیانس یعنی بیخیالی، سرخوشی. انسوسیانس اصلا هیچی براش مهم نیست. انسوسیانس اسمشه، انسوسیان ادجکتیوشه. فلیسیته هم میشه خوشوقتی، سرخوشی، باز دوباره دوران خوش. پس من وقتی سن بالاتر به دوران زندگیم توی این مدرسه فکر میکنم، توی این پانسیون فکر میکنم، یک مرهم بیخیالی و خوشوقتی، خیلی خوش، سرخوش و من خوش میگذشته. بنابراین دوران خیلی خوبی برای سریا بوده.
entouré d'amis دور تا دورم دوستایی بودن که مثل من دوست داشتن که از خنده روده بر بشن. se gorger de fou rire یک اصطلاح جدیدیه که اینجا یاد میگیریم. se gorger de fou rire. دور و برم آدمایی بودن که از هم جنس خودم بودن، دوست داشتن از خنده روده بر بشن، آدمای خوشگذرانی بودن. le monde m'apparaissait offert انگار که دنیا رو به من هدیه دادن تو اون موقعی که اونجا زندگی میکرد. le monde m'apparaissait offert. هر روز قلب من با خورشید در واقع سینونده، اینجا یعنی غرق میشد، منظورش اینه که خورشید تمام قلب منو فرا میگرفت. هر روز صبح که بلند میشدم خورشید که به پنجره اتاقم میخورد قلب منو فرا میگرفت. mon cœur s'inondait de soleil. la vie était légère. زندگی سبک بود، زندگی آسون بود. la vie était légère. l'univers vaporeux. و جهانی بوده که vaporeux یعنی پر از بخار، دنیای سرخوشی و خوبی رو براش داشته. voilà. پس این شد این پاراگراف. Mon passage à la printanière me laisse le souvenir d'un bond d'insouciance et de félicité. Entouré d'amis qui, comme moi, aimaient se gorger de fou rire, le monde m'apparaissait offert. Chaque jour, mon cœur s'inondait de soleil. La vie était légère, l'univers vapeur. میگه بعد از مونترو و لوزن، اینا همه شهرهایی هم توی سوئیس، بعد از شهر مونترو و شهر لوزن یه انستیتوی دیگه میره، همینجوری داره از مدرسه هی جابجا میشه، چند تا مدرسه چند تا پانسیونه همزمان که پشت سر هم دیگه میره. یه مدرسه‌ای بوده، یه مؤسسه‌ای بوده به اسم لغوزو، un nouveau pensionnat، یه پانسیونه جدید، اما مردم همون مردمن، معلم‌ها همون معلمن، اون محدودیت‌ها و ابلیگاسیون‌ها و اجبارهایی هم که وجود داره، اون قوانینی هم که وجود داره همونه، فقط اسم مدرسه عوض شده. و حالا منظور از ابلیگاسیون چیه؟ چجوری باش حرف میزنن؟ سوریا tu dois te cultiver، باید درس بخونی، باید پیشرفت بکنی، perfectionner tes langues، باید زبان‌هایی که بلدی رو تقویت بکنی، انگلیسی یاد بگیری، فرانسه یاد بگیری، فلان. داستان همون داستانه، فقط اسم مدرسه عوض شده. و همچنان یک میلی در درون من وجود داره. دوباره داره فلش بک میزنه به موضوعی که جلسه قبلی لایف بهش اشاره کرده بود. همچنان من در درون خودم یک میلی رو به تئاتر بازی کردن دارم. envie de faire du théâtre. این میلی که من دوست دارم از پوست خودم خارج بشم. sortir de ma peau. cette peau qui ne me convient pas. این پوستی که برای من نیست. برای من ساخته نشد. یعنی احساس میکرده زمانی که توی این مدرسه ها تو نوجوانی داره جابجا میشه، توی پوستی قرار گرفته که این پوسته مال خودش نیست، برای خودش ساخته نشده. یعنی من میخوام از این پوسته و از این قالب رها بشم، برم تئاتر بازی کنم. مثلا این چیزی که الان دارم زندگی میکنم خواسته واقعی من نیستش. toujours envie de faire du théâtre, de sortir de ma peau, cette peau qui ne me convient pas. Il pleut sur Lausanne, une pluie torrentielle qui frappe les volets de ma chambre. Soudain, je suis saisi d'angoisse. Soudain, je suis saisi d'angoisse. Au plus profond de mes entrailles me tenaille un étrange pressentiment. Au plus profond de mes entrailles me tenaille un étrange pressentiment. Celui d'avoir été mise sur cette terre pour y vivre un destin singulier. Je tremble de tous mes membres. J'ai peur. Je tremble de tous mes membres. J'ai peur. Jamais je n'ai osé parler de cette prémonition qui me vint ce soir-là, à Lausanne, par une nuit de rage, une nuit terrifiante, déchirée par les coups du tonnerre et les martèlements de mon corps. Je répète. Il pleut sur Lausanne, une pluie torrentielle qui frappe les volets de ma chambre. Soudain, je suis saisi d'angoisse. Au plus profond de mes entrailles me tenaille un étrange pressentiment. Celui d'avoir été mise sur cette terre pour y vivre un destin singulier. Je tremble de tous mes membres. J'ai peur. Jamais je n'ai osé parler de cette prémonition qui me vint ce soir-là, à Lausanne, par une nuit d'orage, une nuit terrifiante, déchirée par les coups de tonnerre et les martèlements de mon cœur.
که سوال نپرسیدم. بله. خب داره شما رو میبره توی چیز دیگه، یعنی مغزتون رو آماده بکنین. میخوایم یه شب خیلی عجیب و ترسناکی رو توصیف بکنیم و شما اون شب رو تصور بکنید. توی شهر لوزان داره بارون میباره، یک بارون شدید، پلی تورانسیل، یعنی باران طوفانزا که میخوره به کرکره اتاقم. کی frappe les volets de ma chambre. صداشو میشنوم. Soudain je suis saisi d'angoisse. اینجا یک اصطلاح بسیار بسیار زیبا یاد میگیریم. Être saisi d'angoisse. Être saisi d'angoisse, c'est une très très belle expression. J'adore cette expression. Ça veut dire quoi? Je suis saisi d'angoisse. Ça veut dire que je me suis mis à m'inquiéter. Soudainement, je me sens inquiète. دیدین تو فارسی میگیم یهو یه دلهره‌ای به وجودم افتاد، یهو دلم مثلا شروع کرد به شور زدن، بد به دلم افتاد. از این اصطلاحات توی فارسی استفاده میکنیم. نه همونه. je suis saisi d'angoisse. یهو احساس کردم یه دلهره‌ای دارم، یه نگرانی وجود منو گرفت. je suis saisi d'angoisse. چرا؟ چون بارون داشته میومده، یه ذره فضا ترسناک بود. au plus profond de mes entrailles me tenaille un étrange pressentiment. در اعماق وجودم، در اعماق احشای خودم، انترای میشه اعماق احشا، اعماق احشای خودم یک حس غریبی رو داشتم احساس میکردم. این حس چیه؟ حالا شروع میکنه حسه رو توصیف کردم. خب. دلم ریخت. آره میتونیم je suis saisi d'angoisse. دلم ریخت. حالا چه احساسی بهش دست میده؟ احساسی که من در پا به زمین گذاشتم، به دنیا اومدم تا یک سرنوشت مشخص رو داشته باشم. d'avoir été mise sur cette terre pour y vivre un destin singulier. میخواد چی بگه؟ میخواد بگه احساس کردم که بازیگر تئاتر شدن سرنوشت مجرد من، un singulier دستنه که من باید بهش برسم. یعنی من اصلا پا به این دنیا گذاشتم که بازیگر تئاتر بشم. یه همچین حسی بهش دست داد. Je tremble de tous mes membres. حالا اینجا یه ذره چیزم داره، tremble de tous mes membres، یعنی همه اعضای بدنم شروع میکرد به لرزیدن، همه داشت میلرزید. j'ai peur، ترسیده بودم. Jamais je n'osais parler de cette prémonition qui me vint ce soir-là à Lausanne. من هیچ وقت جرأت این رو نداشتم، جرأت بازگو کردن این احساس شوم. prémonition میشه احساس خیلی بد، احساس ترس و وحشت. این احساس شومی که اون شب به من دست داد رو هیچ وقت جرأت بازگو کردنش رو نداشتم توی لوزان. یک شب طوفانی، اون نوی دوراژ، اون نوی تریفیانت، یک شب وحشتناک که توسط ضربه های طوفان، ضربه های رعد و برق، یعنی فکر کنید هی ترس داشته و اون ترسه یهو یه دونه رعد و برق میزده، باعث میشد اون ترسه پاره بشه، یهو یه حس ترس بدتری بهش دست بده. به خاطر همین از اصطلاح دشیقه استفاده میکنه. el martèlement de mon cœur. martèlement از فعل مقتله میاد، یعنی کوبیدن، کوبش. یعنی انقدر قلب من داشته از ترس تند میزده که انگار داشته میکوبیده ضربان قلبم. نه همش اینا استعاره و تشبیه. martèlement de mon cœur. Jamais je n'osais parler de cette prémonition qui me vint ce soir-là à Lausanne par une nuit d'orage, une nuit terrifiante, déchirée par les coups de tonnerre et les martèlements de mon cœur. پس این خانم ثریا ما یه شب یهو توی بارون و این داستانا به خودش میاد، میگه که من واقعا پا به این دنیا گذاشتم که بازیگر بشم، اصلا شده به هر قیمتی من این کارو خواهم کرد. ادامه میدیم. On va continuer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Je dois coûte que coûte échapper à la fatalité. Je dois coûte que coûte, ça veut dire à tout prix. Je dois coûte que coûte échapper à la fatalité, faire ce que j'ai envie de faire, vivre selon mon choix. Mon année au Brezo terminée, je rejoins mes parents en vacances sur le lac de Lugano et retrouve Bijan, mon petit frère. Il ne me quitte pas, me harcèle de questions. Je répète. Je dois coûte que coûte échapper à la fatalité, faire ce que j'ai envie de faire, vivre selon mon choix.
Mon année au roseau terminée, je rejoins mes parents en vacances sur le lac de Lugano et retrouve Bijan, mon petit frère. Il ne me quitte pas, me harcèle de questions. تا اینجاشو بگیم چون میخوام بریم صفحه بعد. کوت کوت یه اصطلاح جدید دیگه است. میگه je dois coûte échapper à la fatalité. C'est une très belle phrase. Faites bien attention. Je dois coûte échapper à la fatalité. fatalité که میشه سرنوشت. آره دیگه چیزی به جز سرنوشت نمیتونیم برای fatalité بگیم. در واقع fatalité میشه اون چیزی که انگار که دنیا تقدیر، میتونیم اسمشو تقدیر هم بذاریم. fatalité. اما اصطلاحی که میخوایم یاد بگیریم کوته. یه اصطلاحی حالا داریم توی محاوره زیاد استفاده میکنیم، احتمالاً هم قبلا به گوشتون خورده باشه. à tout prix. à tout prix یعنی به هر قیمتی. من به هر قیمتی باید این کار بکنم. Par exemple, je dois apprendre la langue turque à tout prix. Je dois à tout prix apprendre la langue turque. من به هر قیمتی که شده باید زبان ترکی یاد بگیرم. Je dois à tout prix apprendre la langue turque. حالا à tout prix رو که بلد باشین، کوت هم سینونیم همون اصطلاحه. میگه je dois coûte échapper à la fatalité. من باید به هر قیمتی که شده از این تقدیر فرار بکنم، نه بذارم تقدیر دست و پای منو ببنده. Je dois coûte échapper à la fatalité. Faire ce que j'ai envie de faire. کاریو که خودم دوست دارم انجام بدم. Vivre selon mon choix. با انتخاب خودم زندگی بکنم. مثلا کاری ندارم بقیه بچه. به اون سن سرکشی قدی رسیده و میگه من میخوام کاری که خودم دوست دارم بکنم، مثلا کاری بکنم کسی ندارم. اون سال تحصیلی من در مدرسه روزو تموم شده. میرم پیش پدر مادرم برای تعطیلات نزدیک دریاچه لوگانو. اونجا بیژن رو میبینم، برادر کوچیکم بیژن. قبلا راجع به بیژن صحبت کرده بودیم. بیژن چسبیده منو ول نمیکنه، این نمو کیت با و داره با سوالهای زیادش منو آزار میده. il me harcèle de questions. harceler یعنی کسی آزار دادن، کسی اذیت کردن. il me harcèle de questions. حالا سوالاش چیه؟ regardez à la page 33. Soraya, c'est comment ton collège? Qu'est-ce que tu as vu au cinéma? Soraya, c'est comment ton collège? Qu'est-ce que tu as vu au cinéma? Il veut que je lui raconte les films que j'ai vus, les livres que j'ai lus. Il est infatigable. Il veut que je lui raconte les films que j'ai vus, les livres que j'ai lus. Il est infatigable. Je vous explique la grammaire plus tard. Et je le خودم میگیرم وسطش براتون چیزی توضیح ندم. اول رو خونی دقت بکنیم. Il veut que je lui raconte les films que j'ai vus, les livres que j'ai lus. Il est infatigable. Mon père, lui, est enchanté de mes études. Mon père, lui, il est enchanté de mes études. Je te félicite, Soraya. Tu as brillamment suivi ta finishing school. J'aimerais maintenant savoir ce que tu comptes faire. Alors, son père, qu'est-ce qu'il dit? Je te félicite, Soraya. Tu as brillamment suivi ta finishing school. J'aimerais maintenant savoir ce que tu comptes faire. Enthousiaste, je m'écris du théâtre. Enthousiaste, je m'écris du théâtre. Il me regarde avec tristesse. Il me regarde avec tristesse. Je le sens contrarié. Je le sens contrarié. J'enchaîne d'une voix douce. J'enchaîne d'une voix douce. Sur tes conseils et les conseils de maman, j'ai appris le français. Que dois-je encore apprendre pour mériter la permission d'entrer dans un cours d'art dramatique? Je répète. Sur tes conseils et les conseils de maman, j'ai appris le français. Que dois-je encore apprendre pour mériter la permission d'entrer dans un cours d'art dramatique? Ma mère intervient. Ma mère intervient. Ma mère intervient. Ton anglais est loin d'être parfait.
ton anglais est loin d'être parfait. Ton anglais est loin d'être parfait. Déclare-t-elle. Mon anglais, c'est vrai. Pour amadouer mon père, j'ai prétendu m'intéresser au théâtre shakespearien. Il s'en est réjoui. Pour lui, Hamlet, surtout Hamlet, ce n'est pas du théâtre, c'est une institution. تا اینجا شو توضیح بدیم. یه بار دیگه از بالای صفحه 33 تا این یه تیکه میخونم، بعد توضیحاتش رو با هم دیگه جلو میریم. Soraya, c'est comment ton collège? Qu'est-ce que tu as vu au cinéma? Il veut que je lui raconte les films que j'ai vus, les livres que j'ai lus. Il est infatigable. Mon père, lui, est enchanté de mes études. Je te félicite, Soraya. Tu as brillamment suivi ta finishing school. J'aimerais maintenant savoir ce que tu comptes faire. Enthousiaste, je m'écris du théâtre. Il me regarde avec tristesse, je le sens contrarié. J'enchaîne d'une voix douce. Sur tes conseils et les conseils de maman, j'ai appris le français. Que dois-je encore apprendre pour mériter la permission d'entrer dans un cours d'art dramatique? Ma mère intervient. Ton anglais est loin d'être parfait, déclare-t-elle. Mon anglais, c'est vrai. Pour amadouer mon père, j'ai prétendu m'intéresser au théâtre shakespearien. Il s'en est réjoui. Pour lui, Hamlet, surtout Hamlet, ce n'est pas du théâtre, c'est une institution. خب حالا میگه داداش کوچیکش ازش سوال میپرسیده و داشته اذیتش میکرده، حالا چی ازش میپرسه؟ میگه Soraya, c'est comment ton collège? مدرسه‌تون چه شکلیه؟ Qu'est-ce que tu as vu au cinéma? سینما رفتی چی دیدی؟ Il veut que je lui raconte les films que j'ai vus, les livres que j'ai lus. Il est infatigable. این جمله ها میخوام دقت بکنید چون از نظر گرامری خیلی جمله‌های جذابیه. چند تا نکته داره. نکته اول گرامری اینه که وقتی فعل vouloir صرف میشه و بعدش اون جمله‌ای که میخواد شروع بشه فاعل متفاوتی داره، ما از سوبژانتیو استفاده میکنیم. یعنی چی؟ یه موقع هست من میگم من میخوام آب بنوشم. هم من میخوام آب بنوشم. فاعل جفت جمله ها یکیه. نیازی به سوبژانتیو شروع کردن جمله جدید نداریم. چی میگم je veux boire de l'eau. مشکل نداره. من میخوام رانندگی بکنم. je veux conduire. هم رانندگی کردن فاعلش منه، هم خواستن فاعلش منه. اما یه موقعی پیش میاد شما میخوام بگین من میخوام که تو فلان کارو بکنی، من میخوام که فلانی فلان کارو بکنه، من میخوام که آنها فلان کارو بکنن. یعنی جمله اول منه، جمله دوم یه فاعل دیگه است. یعنی میخوام بگم فاعل جمله اول و جمله دوم متفاوته و شما مجبورین یک جمله جدید شروع بکنین با استفاده از که، یه فعل جدید صرف کنین لا بلا بلا بنج. توی همچین حالتی جمله دوم باید به سوبژانتیو باشه. یعنی vouloir que plus subjonctif. میگه il veut que je lui raconte. این raconte الان به سوبژانتیو صرف شده. میخواد که من براش تعریف کنم فیلم هایی که دیدم و کتاب هایی که خوندم و il est infatigable. اصلا خستگی ناپذیر، خسته نمیشه. حالا نکته دوم گرامری چیه؟ ما دو مدل، حالا سریعتر سعی میکنم بگم خیلی هم موضوع دور نشه. دو مدل اکورد داریم. ما دو تا سناریو پارتیسیپاسیون صفت مفعولیمون رو از نظر جنسیت و تعداد تطبیق میدیم. تو سناریو اول با فاعل تطبیق میدیم از نظر جنس و تعداد که موقعیه که اگزیلیر ما توی پس کمپوزه اتر باشه. اون 18 تا فعل معروف که باید حفظ بکنین به اضافه فعل پرونومینو، اینا وقتی با اتر میرن به پس کمپوزه از نظر تعداد و جنسیت فاعل رو با پارتیسیپاسیون ما تطبیق میدیم. میشه که سناریو اول بزنینش کنار، اصلا الان کاری به کارش نداریم. اما اینجا رو ببینین les films que j'ai vu آخرش اس گرفته. les livres que j'ai lu آخرش اس گرفته. داستان از چه قراره؟ این سناریوی اول نیست قاعدتا، چون اصلا میگه ژ فعل اتر که صرف نکرده به عنوان اگزیلیر. چه موقعی ما پارتیسیپاسیون رو تطبیق میدیم؟ وقتی که اگزیلیرمون اواقه. چه سناریویی باید باشه؟ چه شرطی باید داشته باشه؟ شرط اول COD داشته باشیم توی جمله، یعنی مفعول مستقیم داشته باشیم. پرله ا، دونه ا، نمیدونم تلفن ا، اونا رو ولش کنیم بنزین دور. دارم راجع به مفعول مستقیم صحبت میکنم. regarder quelque chose، regarder quelqu'un، donner quelque chose، donner quelqu'un، voir quelque chose، lire un livre. مفعول مستقیم شرط اولمونه. شرط دوم اینه که اون مفعول مستقیمه حتما قبل از اگزیلیر اواق اومده باشه.
وقتی قبل از اگزیلیر avoir میاد، حالا یا به صورت COD، مثلا میگم je les ai prises مثلا، به صورت COD دقیقاً قبل از فعل avoir میاد، یا نه به عنوان اسم حالا یه ذره عقب‌تر میاد. مثلا میگه les films que j'ai vu. اینجا مفعول مستقیم اون فیلم جمع مذکره، بنابراین vu قبل از فعل اومده، vu آخرش اسم میگه. les livres que j'ai lu COD ما les livres قبل از فعل avoir اومده، پس lu جمع مذکر آخرش اسم میگیره. خیلی سریع خواستم دوتا اکورد رو بهتون اینجا یاد بدم. از طرف دیگه پدرم خیلی خوشحاله از تحصیلات من، از نمرات من. mon père lui est enchanté de mes études. به تبریک میگم سوریا، تو سال اون فینیشینگ اسکول تو درخشان ظاهر شدی. تو as brillamment suivi ta finishing school. حالا میخوام بفهمم تو میخوای با زندگی چی کار بکنی؟ چه چیزی؟ علاقت در واقع چیه؟ j'aimerais maintenant savoir ce que tu comptes faire. و سوریا خیلی خوشحال، بالاخره اینا میخوان ببینن علاقه من چیه. انتوزیاست جو مکری، خیلی با هیجان داد میزنم. دو تا حتما میخوام برم بازیگر تئاتر شم. بعد بهم نگاه میکنه، با یه ناراحتی نگاه میکنه. این موقع گرد avec tristesse، با ناراحتی نگاه میکنه. احساس میکنم تازه ناراحتم شده. جلسان کنتره، انگاش برخورده. بهش گفتم تئاتر میخوام بازی کنم. که وقتی این احساس بهم دست میده، شروع میکنم با یه صدای یه مقدار مهربانانه تر، یه مقدار آرومتر براش توضیح میدم. رو حساب توصیه های تو و توصیه مامان من رفتم فرانسه رو یاد گرفتم. دیگه چه چیزی رو باید برم یاد بگیرم که ارزش اینو داشته باشم، یعنی لیاقت این اجازه شما رو داشته باشم که برم کلاس هنرنمایشی خودم ثبت نام بکنم. یعنی سعی میکنه خیلی با سیاست، خیلی با محترمانه، مؤدبانه باهاش صحبت میکنه. Sur tes conseils et les conseils de maman, j'ai appris le français. Que dois-je encore apprendre pour mériter la permission d'entrer dans un cours d'art dramatique? مامان قضیه، ببین همیشه مامان تازه آلمانی ها، ایرانی هم نیست، ولی نکنین همه مامانا این شکلی هستن. وسط بحث پدر دختری، مامانه چون راضی نیست سوریا بره بازیگر تئاتر بشه، اون وسط یهو یه چیزی میندازه، میگه انگلیسی هنوز خیلی مونده تموم شه. ton anglais est loin d'être parfait. اصلا به تئاتر اینا فکر نکن، تو فعلا باید بری انگلیسی بخون. قشنگ مامانش با اینکه آلمانیه ولی اینجا شبیه مامانه ایرانی رفتار میکنه و میگه که آره انگلیسیم راست میگه، انگلیسیم نیاز به کار داره. amadouer mon père. amadouer یعنی واسه اینکه کسی رو آروم بکنی، واسه اینکه دل کسی رو خوش بکنی. میگه واسه اینکه دل بابامو خوش بکنم الکی تظاهر کردم که به تئاترهای شکسپیر علاقه دارم. j'ai prétendu m'intéresser au théâtre Shakespeare. il s'en est réjoui. به خوشحالم شد، همون جوری که تصورش داشته بودم. خوشحالم شد. برای بابام هملت فقط یک تئاتر نیست، هملت اصلا یک نهاد در صنعت تئاتر فلان و بهمان. برای بابام هملت خیلی چیز خفنیه. حالا ادامه بدیم تا آخر این پاراگراف ما ادامه میدیم و بعد دیگه این جلسه کافیه، خیلی طولانی شد. j'attrape au bon la balle que me lance ma mère. Répétez après moi. J'attrape au bon la balle que me lance ma mère. J'attrape au bon la balle que me lance ma mère. Mon anglais laisse à désirer. Dans ce cas, laissez-moi aller à Londres. Mon anglais laisse à désirer. Dans ce cas, laissez-moi aller à Londres. Mon père est consterné. Mon père est consterné. Mon père est consterné. À Londres toute seule. Tu n'y penses pas, ma fille. À Londres toute seule. Tu n'y penses pas, ma fille. C'est très loin, Londres, me demande Bijan. C'est très loin, Londres, me demande Bijan. Je répète. Mon anglais... non, pardon. J'attrape au bon la balle que me lance ma mère. Mon anglais laisse à désirer. Dans ce cas, laissez-moi aller à Londres. Mon père est consterné. À Londres toute seule, tu n'y penses pas, ma fille. C'est très loin, Londres, me demande Bija. دیدین ما یه اصطلاحی داریم میگیم، مثلا نمیدونم چجوری بگم، ما تو فارسی میگیم توپو انداختم تو زمین طرف. یه چیزی فکر کنم شبیه اینه.
نزدیکتر از این معادل پیدا نمی‌کنم. میخوام بگم داشتیم یه بازی با هم دیگه می‌کردیم، یه داستانی داشتیم، توپ انداختم تو زمین فلانی، الان دیگه دستمونه. میگه من مامانم که برگشت بهم گفت انگلیسی هنوز جای کار داره تا خوب بشه، تقویت بشه، من از همون استفاده کردم، سریع توپی که انداخته بود سمتم و برگردوندم سمت خودش. کجا میگه j'attrape au bon la balle que mon lance ma mère، همون توپ رو پرت میکنم سمت خودش. میگم انگلیسی من جای کار داره، باشه اگه اینجوریه بذارید من برم لندن. خیلی اینجا با سیاست و زرنگ رفتار میکنه. یه دختر بچه 12 13 سال میگه حالا که اینجوری، حالا که انگلیسی ما میگیم باید بهتر بکنم، بذارید من برم لندن. پدرم از این حرف من خیلی خوشحال نمیشه، کنسترنه، هم تعجب میکنه هم نگرانه. میگه که تنهایی بری لندن، همچین چیزی بهش فکر نکن دخترم، تو نیکانس با مفیه، بعید میدونم تو بخوای بری تنهایی لندن. و بلافاصله بعدش بیژن داداش کوچیکش که همینجور سوالای چیز میپرسه، میگه لندن خیلی دوره، ماداماند بیژن، لندن خیلی دوره. والا ما تا اینجا پیش میریم برای جلسه 21 و قطعا این جلسه آرشیو میشه توی کانال یوتیوبمون، قطعا توی استوری براتون میذارم لینک یوتیوبشو. جلسه آینده که جلسه 22 باشه، ما شپیتر 2 رو با هم دیگه تمام میکنیم. یعنی ما در طول 22 جلسه 2 تا شپیتر خب به اضافه پیش فصل چی بود، اول کتاب رو با هم دیگه توی 22 جلسه تمام میکنیم. اگر سوالی دارین میتونین الان بپرسین، وقتشه. من واقعا خودم خیلی لذت میبرم از خوندن این کتاب با شما. هم کلی اصطلاح و گرامر جدید یاد میگیریم، هم تاریخ کشور خودمون رو یاد میگیریم، هم اصلا قصه است، خب سرگرم کننده است، خیلی چیز خوبیه به نظر. J'attends un petit peu pour savoir si vous avez des questions. Avec plaisir. من نمیدونم، یه نفر هستش الان 2 هفته است من هر چی لایو میذارم اسمشون هم قشنگ مشخص نیست، پورحمید، آقا یا خانم پورحمید، خواهش میکنم ریکوست ندین برای اینکه تو لایو باشون. لایو آموزشی، اصلا لایو مشارکتی یا اینتراکتیو نیستش. واقعا لطف میکنین اگر وسط لایو ریکوست انقدر زیاد نفرستین. هم لایوهای سه‌شنبه این کارو میکنین، هم لایوهای یکشنبه. Voilà, apparemment vous n'avez pas de questions. Notez bien ce que j'ai expliqué ce soir. Notez les grammaires, notez les vocabulaires. Si j'étais vous, j'imprimerais la version PDF. اگه من جای شما بودم اون ورسیون PDF رو حتما دانلود میکردم که بتونم توش نوتا رو بنویسم. خب je vous remercie, merci beaucoup de m'avoir accompagné ce soir. C'était vraiment un régal, je me suis bien amusé. On se retrouve le dimanche prochain, Inch'Allah, et je vais bien sûr partager cette séance de direct dans notre chaîne, sur notre chaîne YouTube. Voilà, merci beaucoup. Salut.